ایزد امان حامی زندانی مهاجران تاجیک پرونده نو نسبتش را به اساس خوانده. گفته است ادعای دعواگر درباره برنگردانیدن $10,000 اساس ندارد. بر ضد ایزد امان با دعوای نورالله واحدوف ساکن شهر باختر پرونده نو باز کردند. واحدوف دعوا دارد که ایزد امان از او $10,000 گرفت ولی قسمی از آن را نپرداخت. همکارم میرزانبی خالقزاد با وکیل دفاعی ایزد امان صحبت کرد و حالا در استودیو با ماست. خب میرزانبی، اول میگفتید که ایزد امان برای به اساس خواندن اتهام چی دلیلی آورده است؟ بله زرنگیس، در صحبتی که امروز یعنی 24 مارس با سید برهان شریف داشتم و گفت که $6,000 مرد دعواگر را کیها ایزد امان به خودش داده است و بقیه آن را به همسر نورالله واحدوف که حالا در اوکراین قرار دارد داده است. وکیل ایزد امان گفت که به سبب جنگ در این کشور نتوانست است با همسر واحدوف در تماس شود و واقعیت را ثابت کند. به قول سید برهان شریف دعواگر نورالله واحدوف اعتراف کرد که در عوض یک ماشین مرسدس $6,000 از نزدیکان ایزد امان گرفته است ولی 4,000 باقی مانده را هنوز نگرفته است. ایزد امان در زبان خطش نوشته است که به زن دعواگر این پول را داده است ولی نورالله میگه زنش رد کرده است. وکیل دفاع به ما گفت که به حرفای واحدوف باور ندارد و میخواد با خود این زن تماس گرفته پرسند و از او زبان خط گیرند. حالا واحدوف طلب دارد که این پولش را از ایزد امان ستانیده به او برگردانند. و تلاشای ما برای صحبت با خود دعواگر نورالله واحدوف نتیجه نداد ولی این ادعای او در یک نوار ویدیویی وجود دارد در شبکه یوتیوب نشر شده است که ظاهرا مقامات تاجیک نشر کردند. بله میرزانبی، در واقع پیش از برنامه میگفتید که وکیل دفاع از نام او به مقامات عریضه نوشته است که او را عفو کنند. در این باره بیشتر معلومات میدادید؟ بله، وکیل مدافع گفت که به سرایست اجرای جزای جنایی وزارت عدلیه دوباره عریضه پیشنهاد کردند تا او را که به 9 سال زندان محکوم شده است عفو کنند. ولی در همین میان ویدیوی نورالله واحدوف با دعوای نو در یوتیوب نشر شد و عریضه معلق ماند. واقعا باید گوییم که پرونده نو بر ضد ایزد امان بعد نشر همین ویدیو در یوتیوب باز شد و او به قلابه به مقدار مخصوصا کلان متهم می شود که جریمه بزرگی دارد و یا ممکن است طبق کودکس جنایی گناهکار را از 8 تا به 12 سال زندان محکوم کنند. مادر ایزد امان و دیگر نزدیکانش میگن که پرونده نو مثل پرونده پیشین اساس ندارد. آنگونه که میدونیم ایزد امان حامی شناختی حقوق مهاجران تاجیک را در ماه اکتبر یعنی 19 اکتبر سال گذشته با گناه قلابی به 9 سال زندان محکوم کردند. طرفدارانش و حامیان حقوق میگویند که مقامات تاجیکستان از ایزد امان برای دیگر اندیشه و تنقیدهایش از حکومت نقار گرفتند. به خاطر همین تشکر. همکارم میرزانبی خالقزاد درباره جزئیات نوی پرونده نو بر ضد ایزد امان حامی حقوق مهاجران تاجیک صحبت میکرد. همه چیزی که میخواهند و میخواهید در اینجا هست. تازه ترین اخبار، گزارش های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی. زمینه رادیو آزادی را نصب کنید و همه این را با انگشت زدن به تلفن هوشمند خود به دست بیارید.